خیرت بتمی دریورا که از باز یک ترموز چای دارند موتر. اوه خدا خیرت بده. چای هم نداره مگه من که دیدم خود چای داره دیگه. شما دیگه بزرگتر هستین دیگه اول یک اصطلاح هم هست بعضی ها میگه نام مرا دوزی کردن نه یک قسم ما دیگه یک اصطلاح نام شما را دوزی کردیم نه یقینا. In the name of Allah, by the permission of all of you, just at last I want to say that do what you want. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز وطندارای گرامی همراهان همیشگی یوتیوب چینل افغان اکسپلور. عزیزان بیننده هر کجای دنیا که هستین آبتان سرد و نانتان گرم باشه. باز هم عبدالبشیر شیرزی هستم با یک گزارش دیگر از یک منطقه دیگر شهر کابل در خدمت شما. امروز ما آمدیم به منطقه چهارراهی پروژه جدید خیرخانه. خواستیم در این قسمت به شما یک گزارش داشته باشیم، با وطندارا صحبت کنیم، حال احوال وطندارا را به شما بگوییم و تشکر که بیننده ما هستین. در ابتدا مسیرها را به شما به معرفی بگیرم. مسیری که روبروی در تصویر میبینین به طرف لیسه مریم هست و مسیر دست راست هم به طرف 500 فامیلی. مسیر روبروی ما هم به طرف مارکت اول و مسیر دست چپ ما هست به طرف سرک روسا. تا پایان گزارش ما را همراه و بیننده باشین ببینیم با چه کسایی سر میخوریم و وطندارای ما که در این منطقه هستند چه حال و احوال دارن و چه گفتنی دارن. با یکی از وطندارای ما گزارش ما را آغاز میکنیم که اینا گفتن شما میاین معمولا با افراد و اشخاصی که تیپ و شیپ داره به اصطلاح لپ و جپی هستن صحبت میکنین. ما گفتم نه خیر قسم نیست، ما با هر هموطن ما صحبت میکنیم، در خدمت مردم ما هستیم و میایم حال و احوال و وطندارای ما را پرسان میکنیم و کوچه و پس کوچه کابل به تصویر میکشیم. سلام به شما، خوب هستین؟ سلام علیکم برادر. آرامی هست انشالله؟ سلامت بخیر هستین؟ بخیر باشید. در تلویزیون که سلام به شما برسه. بخیر باشین. نامت برای ما بگوین. خودم لالا آقا هستم، باشنده خوجه بغرای جدید. بسیار خوب. دیگه خودم کراچیوان هستم. 13 سال است که در چهارراه 500 فامیلی کار میکنم. دیگه مشکل چهارراه 500 فامیلی را من که تا جای فکر میکنم و میبینم اونمون سرک مارکتک نیست. بله. وقتی که بارش میشه یک رقم سیل میایه بله. بی حد بی اندازه تا بینی بند پای دیگه اون باید از کشتی بگیرید سوار شدید. او کشتی هم پیدا نمیشه دیگه وقت. کشتی هم پیدا نمیشه. دیگه اینی رقم. اون سرک مارکت که رفتی دیدی. مشکل چی است؟ خامه است، کپرک داره. کپرک داره، خامه هم است. پخته نیست؟ جویکای نه. خب به خاطر ما پرسان کردیم که ما اون طرف نرفتیم تا حالا. نه نرفتی باز میریم ببینی ببین چه وضعیتش است. بله. باز میگم مصاحبه کنیم. ان شاء الله مسئولین اگر برنامه ما را میبینه یا کسایی که میبینه میتونه صدای ما را برسانه با او بخشم توجه شد و این مشکل حل شود. خدا نگیرید. تشکر. آرام قربانت. باشید. تشکر. پیسه چیز ناچیز هم امارات میدادم و به خاطر ماش معیبین. بله. حالا امور هم قطع کردم. خیلی ما چی کنیم؟ خدا بزرگ است. معیبین چی کنیم چی نکنیم با کی بگوییم با کی راز نیاز کنیم. انشالله مسئولینی که بیننده هستن امیدوار هستم به این مشکل شما هم رسیدگی شود و مشکل وطندارای دیگه ما هم که هست به اونا هم رسیدگی شود و بتونین زندگی خوش و آرام داشته باشین. بسیار زیاد تشکر. اول با استاد صحبت کنیم یا با شما؟ خب مشکل نیست. امید از اینجا آغاز کنیم. هم استاد گفت سلام برس. خوب هستین؟ آرامی است؟ لالا خودت خوب هستی؟ بخیر هستی؟ مشتری است منتظر چپس است به نظرم. بله. خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. طبیعت ها راسته است ان شاء الله؟ نامتان را برای ما بگید. زبیر. لالا زبیر. در این وقت هم چپس دیگی رواج شده. چپس دیگی میگن نه؟ مردم خیلی خوش میکنن از همین میگن خوشمزه است. خوشمزه است. بله. مگم متاسفانه که ما تا حالا نخوردیم. هیچ برابر نشدیم. اگر چپس بیاتن
میبریم بیرون. خیر مشکل نیست. خدا چیپس خیر گرم میبره اینجا. قربانتانی چقدر نوش وقت جان میشه؟ چقدر وقت میشه که کاروبار میکنین و ایدگاه چیپس بدی برآمده؟ تقریبا یک دو ماه میشه فعلا همین کارو میکنم. ایدگاه دیگه چقدر وقت میشه که برآمده؟ میفهمین نمیفهمین؟ دیگار نه والا نمیفهمم. مقصد در قسمت بازار که میبینی؟ در قسمت بازار است. بله بسیار خوب. کچالو از کجا میرین؟ کچالو هم مارکت نه. از مارکت بریم. بله. کچالو کجا است؟ فعلا دیگه کچالوی پاکستان. کچالو پاکستان. بله. خیلی ما دیگه چند وقت دیگه منتظر میشیم که می کچالو وطن بیاد باز چیپس بخوریم. دیگه فعلا چطور؟ دیگه موسمش نیست. موسمش نیست. چیپس نسوزه بیاد. نه نمیسوزه فعلا. یکم بریان شو. فعلا چیپس دیگه. خدا خیر بده. چند نفر دیگه کراچی کار میکنید؟ دو نفر. دو نفر. برادرتان از رفیق از شاگرد رفیق است شاگردم. از یک 200 برای از اونا میشه یک چیز برای شما میشه. بله 100 روپیه روز میتم میشه ما 3000 روپیه به اون میتم دیگه یک چیزی با خودم میشه. خدا مهربان است. خوب است توکل کار خدا. میکنین. ما خوب یک منطقی کلیدی را گیر کردین چهاررایی از این طرف هم مردم میره. پیش همیشه کار میکردم در موترا جولگری میکردم باز همی دیگه مسلکم بود باز همی کار گرفتم. مگم کار مستقل است. کار خدا رئیس خود آدم باشه خوب است. بله. بسیار زیاد تشکر. خوش شدیم قربانت صحبت برادر. کردیم. کدام پیام و کلام اگه باشه. فعلا قربانتان. بخیر باشه. باشه. زنده باش. سلامت. استادم مصروف بیگ اول استادم میگیریم که استاد نگه اول ما را نگرفتین. بخیر باشین سلام برسن. استاد خوب هستین؟ آرامی هستین ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ روزگار بخیر میگذره؟ مگم در این منطقه که اومدیم که طبیعت مردم راسته است. یعنی خودتان دیدم خوش و خندانی استاد چپس فروش دیدم. این دلیل چی است؟ تاثیر آب و هوا است، هوا بارانی است یا کدام دلیل دیگه است؟ نه والا انسان باید همیشه خوش باشه. بله. فهمیدی مشکلات های زندگی است، همیشه خوش باشه و خوش بگذره. این زندگی در گذر است، امروز از فردا نیست. بله. اگر هر قدر آدم سر خود فشار بده، فشار وارد کنه، پس هم سپری میشه هم خود انسان خراب میکنه. پس از هر حال ازی که میگذره دوباره سر نمیشه. قربان. خوشی همیشه خوش آدم باید باشه. چی تو کنه اگر جگرخون باشی، اگر هر حالت باشه سپری میشه. بله. پس آدم باید خودش ابتکار از خود نشان بده. خدا خوشحال نگاه کنه. بخیر باشی. راست خدا خیرت بده. نامت برای ما بگو. عبدالبشیر نامم است. اوه شیرینی سر شما چپ است یا سر ما؟ هر دویم عبدالبشیر نام داریم. هر دوش مجدد هنده است. مجدد هنده خبر نیک. نیک است. خدا خیرت. بخیر باشی. شما دیگه بزرگتر هستین دیگه. اول یک اصطلاح هم هست بعضیا میگه نام مرا دوزی کردن. نه یک قسم ما دیگه یک اصطلاح نام شما را دوزی کردیم. نه یقینا به خاطر شما نام گدا است. نام هر گدا کس است. هر کس که نام از رسول خدا از کتاب بدی بانه در روز آخرت این نام میتونه که او را شفاعت کنه. بله. بهترین چیزی این نام است. نام نیک باید توانا و توفیق نصیب هر کس بگردونه از قرآن عظیم شان نام به اطفال خدا انتخاب کنه. از حدیث‌های پیغمبر نام انتخاب کنه. بسیار خوب بسیار خوب بسیار زیاد تشکر. یک کسی که واقعا دانا، یک کسی که یک چیز از شما یاد گرفتیم و خیلی خوشحال شدیم که هم نام هم هستیم. در کدام مسیر کار میکنین امیرم بگین؟ این مسیری که در بستی پیدا شوه این کار میگردیم تا وقتی که دیگه رزق روزی را الله میته اما با آسانی نمیته. یک تلاش و زحمت کار داره. زحمت خدا کار داره دیگه در این قبال داره اما با آسانی نمیته. ما هم دیگه کوشش بندگی خدا میکنیم چیزی که خداوند نصیب آدم کرده باشه. خدا خیرت بده. به خاطر از این تلاش به کار است که فرق یک کسی که استراحت است و خواب است یک کسی که زحمت میکشه باید شوه. زندگی انسان میسازه. خب زندگی انسان پخته میسازه تا ابد. هیچ کس به یادته هیچ کس از شکم مادر تاکسی دریور نیست دریوری کنه. شرایط آمده آدم با شرایط خدا بسازه. چی تو کنه دیگه کاربار غیت نیست. چی کاربار است این ما رو بگین هیچ کاربار هیچ چیز نیست. کلن بیکار در خانه یا موتر یا کرچی بس خلاص. بعضی همی دوستا میرم دیده ندارن در این قبال دیده ندارن. بیا خدا بزرگ است ببینین چی میشه. خواست الله چی است. بیشک خدا شما را موفق داشته باشه. سر بلند کامگار باشین. خوشحال شدم از معرفت خودتان. بسیار زیاد خوشحال شدم. همچنین بخیر باشید. بخیر باشید. استاد دریاور گپای خوب داشتن. تشکر از اینکه با ما صحبت کردن و تشکر از شما بیننده های عزیز و از سروران گرامی که با ما بیننده و همراه هستید. میریم این طرف با وطندارای دوستای دیگه هم صحبت می داشته باشیم. با ما همراه باشید. بریم با می استاد دریاور صحبت کنیم. از اون طرف بیایم که نزدیکتر بیایم. استاد سلام خسته نباشین. جانتان جور است. بخیر هستین. پیش شما آمدیم اما رفیقتان هم وارن میزنه فکر کنم میگه بیاین پیش ما بیاین. بخیر باشین. اولا
بیایم اول شما را بگیریم. نامتان برای ما بگین. نام نقیب است. لالا نقیب، دریور موتر مازدا میگم این موتر را. دلیور موتر مازدا. خدا خیرت بده. می دریورا که از باز یک ترموز چای دارند موتر. اوه خدا خیرت بده. چای هم نداره مگه من که دیدم. خب چای داره دیگه. چای سبز دوست دارین؟ چای سیاه را؟ سبز. خب بسیار خوب. نان خوردین؟ بله یا. بسیار خوب. چند سال از دریوری هستین؟ تقریبا یک 10 سال میشه. 10 سال میشه. بسیار خوب دیگه. معمولا در اینجا هستین این اینجا هستیم در بارای کوچه، این یکان بارای دیگه میبریم. بسیار خوب بسیار خوب. کلینر کار نداره این موتر؟ داریم کلینر هم داریم. اگر ندارین که یگان دوستایی که بیکار است معرفی کنیم. بیاین از هر دفعه میشه او هم کارشان. یک نفر از اون بیایم اینجا باشه. قربانت بسیار زیاد تشکر. قربانتان بخیر باشه. السلام علیکم استاد. خوب هستین ان شاء الله؟ آرامی است. جانتان جور است. روزگار بخیر میگذره؟ خیر باشه الحمدلله شکر. کاروبار دیگه تانکرها و ذخیره های آب. بله بله. همین تانکر و ذخیره میگن. ذخیره و تانکر و همین چیزا. بله رنگ فروشی و یگان چیزای دیگه. ماشاءالله کلان تجارت است. بله ما شاگرد هستیم دمی دکان استادتان است. خلیفه ما اونجا است. بسیار خوب. نامتان برای ما بگید. نامم عزیز رحمان است. لالا عزیز رحمان. امسال که از سال پراو است. پراو. یا اوسالی میگن. پراو است. پراو میگن. بله. دیگه امسال شاید ذخیرام کار شوه نشوه. شاید ذخیره خوب است. میبرن مردم چون که میگن یه ذره بیاوی است و دیگه است خود بردا میرن حال خو یه ذره این باران آمد است خوب است میگن که امسال میگن ماشاءالله زیاد باران باریده. باران بارید است میگو که اواز ذخیره میبرن. بازی ذخیره را معمولا در اطرافا میبره یا در شهر کابل؟ تنها در شهر کابل ما همیشه توزیع میکنیم. اطرافا خب معمولا نو داره دیگه. اطرافا خب کلش او داره خب نیاز به ذخیره و گپ سخن نداره. خدا خیر بده. فکر کنم ذخیره وطنی است، اما فلزیش آهنی و فلزیش وطنی است، امی پلاستیکی. موادش ایرانی است. بله. خودش ساخت وطن است. این فلزی هم که از موادش چیز است روسی و ایرانی است. مگم در وطن ساخته میشه. در وطن ما در دیمزنگ ساخته میشه. بله. بسیار خوب. چند سال از زمین جا هستین در این منطقه هستین؟ باشنده کجا هستین؟ ما باشنده 500 فامیلی هستم. نوع 15 سر مقبره 500 فامیلی میشینیم. بله. خانه نزدیک از دیگه. بله. مدت کمی شده که ما در این دکان فعلا باعث شاگرد کار میکنیم. خب بسیار زیاد تشکر. کدام گپ و پیام اگه برای وطن دارا داشته باشین؟ بخیر باشی، آرام باشی. این پیام ما که خداوند کلگی را آرام داشته باشه، جور با عافیت باشه. بسیار زیاد تشکر از شما. قربانتان بخیر باشین. با امیل الله ما صحبت کنیم ان شاء الله. سلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ سلام علیکم. شما خوب هستین؟ آرامی هستین ان شاء الله؟ خوب هستن. خدا خیرتان بده. محصل هستین؟ متعلم هستین؟ فعلا محصل هستیم. فارمسی نامتان هم برای ما بگید. محمد سلیم سانگزی هستیم، باشنده کابل. سانگزی صاحب مصروفیت هم دارین در یگان دواخانه جای؟ فعلا در یک مکتب خصوصی تدریس میکنم. زبان انگلیسی را دیگه دیپارتمنت انگلیسیش مربوط است. بسیار خوب. بسیار کار عالی است. و اگر در پالی از یک پیشنهاد است اگر بتونین در کدام دواخانه کار کنین یا کدام بله تصمیم ایران گرفتیم ان شاء الله در آینده این ارتباط به درسای ما داره که زیادتر بفهمیم. بعد از این ان شاء الله با دواخانه ان شاء الله مراجعه میکنیم برای تخصص خود. دیگه در فکرش هستیم ان شاء الله. بسیار عالی. معمولا دیگه در سال آخری کسب در یک دواخانه و شفاخانه خوب میشه. سال اول دیگه مشکل است با دوا و ترکیب بلد نیستن. سال سوم بهتر میشه. بسیار خوب. او کار دیگه به اصطلاح شخصی تان است. هر قسم شما راحت هستین. فقط در حد یک پیشنهاد بود. شاگردا چگونه از در مکتبی که شما تدریس میکنین انگلیسی را میآموزن نمیآموزن؟ الحمدلله فعلا فرق میکنه نسبت به گذشته ها. یعنی گذشته ها ما با طرز درس میخواندیم، از طرز پدر یا از طرز استاد. ولی فعلا یک شوق است در شاگردا. کوره وظیفه استاد از باید شوق در وجود شاگرد خود جای بده و خلاقیت به خرج بده. ولی او وظیفه استاد است که شاگرد خود را قسم یاد بده که با شوق یاد بگیره. ولی انگیزه بر از اونها باید پیدا کنه. دقیقاً که درس بسیار با شوق بخوانه. او دیگه وظیفه خود استاد است و اسکیل و مهارت خود استاد است. بسیار خوب. به نظر شما یک کسی که بخواد انگلیسی هم تو خوب درست صحبت کنه تا چقدر میتونه میآموزه یک جوان؟ اگر یک براتون بگم خیلی جالب شاید به شما تماشا. من صنف ریاضی مکتب بودم، در کورس انگلیسی تدریس میکردم. بسیار عالی. این ارتباط به این نداره که تو باید مثلا اسناد داشته باشی یا مثلا پانتون انگلیسی را خوانده باشی. نه یا در امریکا زندگی کرده باشی. بله دقیقاً. ما در کورس‌ها درس خواندیم. مثلا در کورسایی که درس خواندیم دوباره پس درس هم دادیم. آروین بود آموزش. این کورسای اولیه. ولی
این ارتباط با کورس نداره که کورس باید در مغز پیشکاری کنه. نه، بله. اگر تو هدف درس خواندن باشه، خدا کنه در کورس بسیار ساده هم باشه یاد میگیری. یک شوق و ذوق به کار است. بله، شوق و ذوق به کار دقیقاً. و اون صنف 11 بود من انگلیسی درس میدادم. بعد از اون ان شاء الله آهسته هر چقدر که یعنی اگر ما 20% یاد داشتیم در درس دادن هم 40% شد. یعنی درس دادن هم خودش با ما یک یاد گرفتن است. مجبور هستیم به خاطر آمادگی درس بخونیم. نه به اون خاطر دیگه انگلیسی ارتباط به این نداره کورسای بزرگ باشه و استادای بسیار موفق باشن. ارتباط به خودت داره. خودت اگه بخونی میتونی ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. در پایان کدام پیام به زبان انگلیسی کدام پیام اگر داشته باشین برای وطندارا اگر راحت هستین In the بفرمایید. name of Allah, by the permission of all of you, just at last I want to say that do what you want, do the best, and do what changes your future. Think of your future and think of your family, and that time you will be success, inshallah. Thank you so much. ډیره مننه. اعزای بیننده تشکر که تا به این لحظه بیننده هستین. با یکی از مردای قدیم صحبت کنیم. امیدوار هستیم ناراحت نشه اینا را. مرد قدیم گفتیم یعنی نگه که ما قدر مسافر نیستم. سلام برسه. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ آرامی هستین ان شاء الله؟ خدا خیرت بده. موی سفید خوش شدین؟ بله قبول دارین دیگه؟ قبول داریم. یعنی ناراحت نشدین از این گپ؟ بعضی ها را که موی سفید میگیم یا خودت موی سفید، پدرت موی سفید. خدا خیرت بده. نام تو برام بگو. نام محمد عمر از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب. و کارم دمی زرنج میگن نه؟ کارم دمی زرنج شاملی برادر از لحاظ بیکاری یک ذره رنج میبریم. فقر بیچارگی مردم یک ذره سر تهدید میکنه. دیگه کدام مشکلی نیست. خدا خیرت بده. خدا اون این مشکل رو حل بسازه که خنده بالا به شما همیشه باشه. چند ساله هستین کاکای بزرگوار؟ 65 ساله هستیم. نه واقعا که از مردای قدیم هستین دیگه. اشتباه نگفتیم. از این 60 که بالا رفت دیگه در جمع مردای قدیم میره دیگه. از اون وقتایی که روغنای زرد بود شما روغن زرد نوشیجان کردین؟ چرا زیاد زیاد. اما تو به اصطلاح در کاسه شوب کردین یا غذاهای که در روغن؟ یه علت چی است که شما میتونستین روغن زرد نوشیجان کنین و ما نمیتونیم نوشیجان کنیم؟ والا علتش در اون وقت بود که در وطن بود، یک ذره فهمید در وطن بودیم. بله. گاو و گاوداری و بیادر مالداری چیزا بیشتر بود. بله. اونموجا فهمیدیم بیادر کاروبار زمینداری هم بود. بله. بالاخره حال یک ذره که بیادر نفوس و فردن این چیزا زیادتر شده. بله. سر مردم مشکلات فردن جنگا و بالاخره قیودات سر مردم آمد. مردم یک کمی تیتو پاشان شد. بالاخره دیگه بیادر فهمید بالا روغن هم نباتی پیدا نمیشه. پیدا کردن. یک کم با مشکل پیدا میشه. یک کمی با مشکل پیدا میشه. خدا بزرگ است. خدا بزرگ است. بازی را چه قسم نوشیجان میکردین مثلا؟ همین طریقش بگین. ما شنیدیم به خاطر شما چشم دید داشتین و تجربه کردین از اون خاطر از شما سوال. بازی روغن بیادر ما جمع میکنیم فهمیدی او را آب میکنیم. فکر داشت. با بعد از او باز دیگه در روزی که روغن را چی میکنیم بعد او بیادر نان تر میکنیم میخوریم فهمیدی یک وقتی میخوریم 3 روز دیگه نان یادمان نمیاد. 3 روز؟ 3 روز یک روغن بود. اولی روغن بیادر در خرسای بهرار نمیاد از کجا خارجی ها میرم برای ما. هیچ حسابش معلوم نیست. دیگه بعد چربی خون و فامیلی بعد مرض شکر 71 رقم مرض به ما مردم آورد. خدا نام مریضا رو شفا بده و خداوند ما شما رو صحت و سلامت داشته باشه و بسیار زیاد تشکر دیگه. یکی از دلایل خوردن روغن زرد همی است که شما تو طبیعتتان راسته و خنده به لبتان جاری و پیشانیتان هم تو باز. بسیار زیاد تشکر. قربانتان. عمرتان در کاروبارتان برکت. بخیر باشین. زنده باشین. بریم پیش همین کاکای بزرگوار ما که صنعت حلبی سازی را از اینا پرسان کنیم که چگونه از کاروبار حلبی سازی بکسایی که میبینین ساخته و اودان. کاکا میره اودان میگه نه؟ ایره اودان میگه؟ اودان آب که اشتباه نگویم که از مقدمه. السلام علیکم. اجازه است؟ اجازه است انشالله. بخیر باشین. خوب هستین انشالله؟ آرامی است؟ مصروف کار بودین مزاحم نشیم انشالله؟ انشالله خوش میشیم که شما آمدین خبر ما را گرفتین. خدا خیرت بده. نام تو برای ما بگو. نام عبدالوکیل. کاکا عبدالوکیل. کاروبار دیگه صنعت حلبی سازی. بله. بسیار خوب. چگونه است همین کاروبار؟ یک زمان بسیار رشد داشت. فعلا چگونه است؟ بله. سابق تقریبا یک 6 سال خوب رشد داد. بعد از اون که یک 3 سال میشه یک چیزی کار که فرق کرده.
دیگه تغییرات آمده به تغییرات خاطر آمده، از بله، که اکثر بله. چیزا خارجی شدن مثلا مالای چینایی آمد، بله از ترکیه آمد، بخاری ترکیه آمد. ما که می ساختیم از بیلر جور میکردیم بخاری، ولی بخاری خریدش یک چیز کم است. کم است فعلا. فروش شما بیشتر چی است فعلا؟ فعلا فروش ما اینیم کندو یارد است و بله اودان او میشه دیگه. اینمی چیزاست باکس است. بسیار خوب. فعلا هم کندو باکس فروش داره. بله، همین دو بله. چیز از بین نرفته. نه. اودان او هم خوب است. اودان او هم خوب است. بازار پلاستیکی شما آمده خب مقصد میبرن این که زره همین چیز زنگ منگ او میگیره خود میگیره باز یک ذره او سوتره نگاه میکنه. بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر کاکا. چند سال از نمی کاروبار هستین؟ تقریبا این 40 سال میشه. اون نامقدار 40 سال دیگه یک عمر از دیگه شاید بعدها شاگردان تربیت کرده باشین. ان شاء الله همینطور شده. بسیار زیاد تشکر. عمرتان چای بخیر. میخورد قیمو. خوش میشید. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. زنده باشین. اعزای بیننده بسیار زیاد تشکر که تا پایان گزارش ما را بیننده و همراه بودین. ما هم کم کم رسیدیم به لحظات پایانی گزارش ما. اگر پیشنهاد و انتقاد در مورد برنامه ها یا هم در مورد خودم دارین به خاطر بهبود کیفیت برنامه ها حتما در بخش کامنت به ما بنویسید. تشکر از حوصله‌مندیتان. تا فردا و یک بخش دیگر از کابل. خداوند یار و نگهدار هم باشید. Koçak